محیدین کبیری رهبر پیمان ملی تاجیکستان گفت که سفری امامعلی رحمان به اروپا نه دولتی است و نه کاری بلکه تنها تبلیغی است. در ولایت سوخت جای طبیبانی به مهاجرت رفته را با دانشجویان پر کردنی‌اند. در تاجیکستان پولهای نو به معاملات برآورده شد. جامعه جهانی دادن کمک بشردوستانه به تاجیکستان را کم کرده است. محیدین کبیری رهبر پیمان ملی تاجیکستان ضمن یک صحبتش با رسلان ایسین بلاگر تاتار درباره سفر امامعلی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به غرب صحبت کرده گفت غرب هیچ دلیل و نیازی به قبول امامعلی رحمان ندارد و سفری در پیش ایستاده او هم نه دولتی است و نه کاری است. این سفر رئیس جمهوری تاجیکستان از طرف گروه‌های تجاری و لابیگری تشکیل شده است که در غرب کاملا قانونی و راه افتاده است. در مصاحبه با رسلان ایسین رهبر پیمان ملی گفت در سفر امامعلی رحمان به غرب برخی واخوری‌ها شاید انجام شوند اما نه در سطح دولتی و با шахсони баландпояи расмӣ. Насколько я знаю, по последним информациям, это участие на конференции в ООН в Нью-Йорке по водным ресурсам. И где-то, по-моему, прошла информация, что в Лондоне какие-то местные структуры при поддержке или по просьбе посольства Таджикистана в Великобритании, они организуют какие-то бизнес-форумы. Вы знаете, Руслан, дело в том, что диктаторы, они же хотят, когда они изолированы, они хотят показать всему миру, что они не изолированы, их куда-то еще приглашают. Например, Лукашенко, он ездит в Китай, в Иран, в Россию, в Таджикистан. В Зимбабве. Да, в Зимбабве, Африке, то же самое и другие. А Рахмону в этом плане немножко более удачно у него все складывается, потому что он не такой уже серьезный конкурент, как Лукашенко, Путин, Раиси и так далее. А его могут еще пригласить на Запад и на такие конференции. Поэтому вот думаю, что цель этой поездки участие в таких мероприятиях. А из опыта знаем, что потом диктаторы, они очень умеют использовать эти поездки в пропагандистских целях. محیدین کبیری به کنفرانس لندن هم با شبهه می‌نگرد و میگوید چگونه بیزنس کنفرانس در لندن بین تاجیکستان و بریتانیا میتواند باشد در حالی که بریتانیا کمترین سرمایه گذاری در تاجیکستان ندارد. تاجیکستان برای سرمایه گذاران غرب اصلا جالب نیست. کبیری میگوید نشست های مثل کنفرانسی آب به نفع تبلیغات حکومت رحمان است و او ماهرانه از این گونه نشست ها استفاده میبرد چون در آنها همه حتی دیکتاتورها می توانند شرکت کنند. آنجا مسائل مثل حقوق انسان، دموکراتی کنانی و انتخابات آزاد برداشته نمی شود و برای امثال امامعلی رحمان شرکت در آنها خیلی راحت است. تنها فایده ای که تاجیکستان چون کشور از این کنفرانس ها می گیرد این است چند میلیون دیگر گرانت برای حفظ پریخا دریافت می کند. بعد این سفرها دستگاه تبلیغاتی دیکتاتور کوشش می کند نشان دهد که او منزوی نیست و سفرهای خارجی انجام می دهد. رهبر پیمان ملی تاجیکستان می گوید تاجیکستان همان یک جالبیت قبلیش برای غرب را که در مبارزه علیه طالبان و کمک به حکومت افغانستان داشت از دست داده است. کبیری دلیل آورد که وزیر خارجه امریکا انتونی بلینکن هم در سفر آسیای میانگیش از دوشنبه دیدن نکرد. او وارد آستانه شد، در سمرقند وزرای خارجه کشورهای آسیای میانه را جمع کرد و سفرش با همین انجام یافت. حالا تاجیکستان تنها برای رساندن کمک‌های بشردوستانه به افغانستان استفاده می شود و خلاص. کبیری هرچند اعتراف کرد که حکومت تاجیکستان و خود امامعلی رحمان در انزوا قرار ندارند اما گفت که این منزوی نبودن تنها به این خاطر است که تاجیکستان برای کسی جالب نیست چون به دهگانه کشورهای بسته و سرکوبگر وارد می شود.
در اجلاسی 14 مجلس وکیلان خلقی ولایت سوغد، رجب بای احمدزاده رئیس ولایت درباره کاهش دادن نارسایی طبیبان سپارش داده است. معاون رئیس ولایت زینور عظیمی به ریاست تندرستی ولایت و رئیسان شهر و ناحیه ها دستور داده که اجرای قرار حکومت جمهوری تاجیکستان را از 1 دکبر سال 2020 رقم 702 درباره تیار نمودن کادرهای طبی برای دوره تا سال 2030 طبق نقشه و با استفاده از امکانات‌های موجوده تأمین نمایند. در مجلس برای کاهش دادن نارسایی طبیبان و تیار نمودن کادرها سپارش‌های مشخص داده شده است. این هم در حالی است که همه سال صدها طبیبان ورزیده و تجربه دار تاجیکستان را ترک گفته رو به مهاجرت می‌آورند. برنامه با دبدبه کاهش نارسایی طبیبان و تیار نمودن کادرهای ساحه طب تا سال 2030 در حال صدا می‌دهد که کسی در غم از دست ندادن طبیبان کاردانی رو به مهاجرت آورده نیست. طبق معلومات وزارت تندرستی برای آماده شدن یک طبیب حدودی $100,000 صرف می شود، اما فایده بیشتر از این طبیبان را روسیه و کشورهای دیگر می بینند. فساد در ساحه تندرستی باعث شده است تنها مبلغ از دست رفته برای تیارکنی طبیبان هر سال به $10 میلیون برسد. اگر در یک سال 200 نفر طبیب تاجیکستان را ترک گفته باشد و ضرر هم $20 میلیون است. اما ضرری که از رفتن طبیبان ورزیده و متخصص به سلامتی ملت رسیده است به میلیاردها دلار میرسد و جبران ناپذیر است. بنابر کارشناسان میگویند در برابر آماده کردن کادرها اگر جای کاری مناسب و تامین معاش ارزنده به متخصص نباشد، آماده کنی متخصص از حساب دانشجویان امروزه نتیجه نظررس نمیدهد. در حدود جمهوری پولهای کاغذی نوع 10، 20، 50، 100، 200 و 500 سامانی به معاملات شروع کرده وارد گردش شدند. در این باره دفتر مطبوعاتی بانک ملی تاجیکستان خبر داده است. همین طریق با قرار ریاست بانک ملی تاجیکستان با مقصد تامین بازار با پولهای کاغذی نمونه سال 2022 را با ارزش نامینالی 10، 20، 50، 100، 20 و 500 سامانی به معاملات برآورده است. گفته می شود قرار است پولهای نو در برابر پولهای سالهای 1999، 2010، 2017، 2018 و 2021 که عین زمان اعتبار دارند معاملات کرده می شوند. برای انتقال، ثبت و فراهم آوردن شرایط برای پهن کردن پولهای نو چاره‌ها اندیشیده می شوند. بانک ملی کشور اخیراً سال 2021 پولهای کاغذی را با حمایه مکمل از حالتهای قلبکی به معاملات برآورده بود. این نهاد گفت که پولها 80% از نخ پخته، 20% پلیمر ساخته شده درجه بلندی محافظتی دارند. مورد به ذکر است که خودی پول ملی تاجیکستان سامانی اولین مراتب در سال 2000 به معاملات برآمد و جای روبل را گرفت. امسال به تاجیکستان از 23 کشور سراسر جهان کمک بشردوستانه ارسال شده است. در مقایسه با ماه‌های ینور فوریه سال 2022 در ظرف 2 ماه سال روان کمک بشردوستانه به تاجیکستان از جانب کشورهای مددرسان 6.4 برابر کم شده است. طور اگنتی آمار نزد پرزیدنت جمهوری خبر می‌دهد در 2 ماه سال جاری به تاجیکستان به مبلغ $6.7 میلیون این گونه کمک وارد شده است. در همین دوره سال گذشته این نشان دهنده قریب $43 میلیون را تشکیل داده بود. دوام 2 ماه امسال به تاجیکستان از 23 کشور سراسر جهان 2,400 تن کمک بشردوستانه ارسال شده است. به سگانه کشورهای اساسی مددرسان جمهوری کشور چین 42.1% از حجم عمومی، ترکیه 14.3% و ایالات متحده آمریکا 12.2% داخل شده اند. قابل ذکر است که در سال 2022 به تاجیکستان در حجم نهایت زیاد کمک بشردوستانه رسیده بود که مبلغ عمومی آن حدود $141 میلیون را تشکیل داد. تا این دم کمک بشردوستانه حجمش نسبتاً زیاد از روی ارزش سال 2013 $87.4 میلیون و نه چندان نظررس سال 2015 $44.8 میلیون به جمهوری ارسال گردیده بود. مقامات درباره چگونه تقسیم شدن کمک بشردوستانه بین احتیاجمندان به وسایل اخباری عامه معلومات نمیدهند. در شبکه‌های اجتماعی بارها از غصب و غارت، استفاده غیر مقصدناک و دزدی کمک‌های بشردوستانه از جانب منصبداران خبرها رسانه‌ای شده است.